آوردین. خب من فکر میکنم کم کم حالا البته 3 دقیقه هنوز از شروع جلسه گذشته، ولی خب اه، نگار جان بله ضبط جونم. جلسه رو شما زدید درسته؟ بله خیلی بله هم عالی، بله. مرسی. زنده خب با باشین. نام و یاد خدا جلسه رو شروع میکنیم و حالا همینطور که در حال صحبت کردن هستیم، عزیزانی هم که قصد دارن از جلسه استفاده بکنن توی جلسه حضور پیدا خواهند کرد. در خدمت بعضی از عزیزان مجموعه دانا هستیم. افتخار میکنیم به تک تک همکارایی که اینجا هستن. خبره، کاردرست و ما لذت بردیم با 1 سال دیگه از همراهی کنارشون و مطمئن هستم امسال هم دانشجویان دانا، دانشجویان البته امیدوارم که همه بچه‌ها، ولی خب با آرزوی موفقیت برای دانشجوهای عزیزمون 1 سال دیگه هم بدرخشن و ما لذت ببریم از درخشششون. امروز اینجا تصمیم گرفتیم یک جلسه بذاریم. موضوع جلسه خیلی خیلی مربوط میشه به اینکه بچه‌ها آماده بشن برای این آزمون در واقع سلکتیویداد پسه یا سلکتیویدادی که آزمونی که برای حالا فقط نگیم پسه چون بعضی از بچه‌های پاوا هم اینجا هستن. یه سری جزئیات حالا هم تخصصی از نگاه مدرس‌ها و هم جزئیات معمولی‌تر از نگاه دانشجویان موفق سال‌های گذشته‌مون به بچه‌ها بگیم که انشالله بتونن تا چند روز آینده با موفقیت و با آمادگی بیشتر سر جلسه امتحان حاضر باشن. ما دعوت کردیم از مدرسین عزیزمون تو این جلسه حضور داشته باشن. خانم خوشرفتار عزیز که مدیر آموزش ما هستن و رهبری این کشتی آموزش به عهده سکانش دست خانم خوشرفتار عزیز هستش که ما افتخار همراهی باش داریم. در واقع میشه گفت وزنه سنگین گروه دانا تیم آموزشش در اختیار ایشون هستش. شیمای عزیزم مدرس شیمیمون که افتخار میکنیم بهش، نمره‌های شیمی هر سالمون ثابت کرده دیگه تبحر ایشون رو. شیما جان خیلی ممنون که توی جلسه اومدی. خسته نباشید بهت میگم. یه چیز حدود 1 سال نزدیک به 70 خورده جلسه هم میدونم با بچه‌ها کلمه به کلمه مثل هر سال بچه‌ها رو جلو آوردیم. میخوایم ازت که همراهی کنی با بچه‌ها امروز. اگر نکته خاصی راجع به شیمی هستش که میخوایم بهشون بگید که بریم سراغ بقیه عزیزان. در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون خانم دکتر خسروی از توضیحاتتون و سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که تو این جلسه حضور دارن. خب مثل هر سال امسال افزایش جلسه داشتیم تا 80 جلسه شیمی. رکورد زدیم امسال. گروه دانا رکورددار بود توی جلسات و همونطور که همه عزیزان در جریان هستن مثل همیشه دانا کل فصول که تو اونت میاد و تدریس میکنه یک مرور کلی بر همه فصل ها مجدد داره و به جز این مرور کلی سوالهای اونت‌های سال گذشته در اختیار بچه‌ها قرار داده میشه و در کلاس دونه به دونه حل خواهد شد و تحلیل و بررسی میشه. در مورد اونت امسال با توجه به اینکه من سایت‌های مختلف مورد بررسی قرار دادم اطلاعات زد و نقیض متفاوتی دیدم و حالا یه پاورپوینت خیلی کوچولو برای عزیزان آماده کردم با توجه به قوانین، شرایط و کدوم مباحث نمرات بیشتری دارن در اختیار شما قرار میدم. یه چند لحظه. بله. اونت 2025 بله. مثل هر سال یه چند لحظه. مثل هر سال تایم امتحانی ما 90 دقیقه خواهد بود. نه 1 دقیقه بیشتر، نه 1 دقیقه کمتر. از دوستان خواهش میکنم وقتی سر جلسه امتحان میرن فکر نکنن حالا نیومدن برگرد تحویل بگیرن میتونن تا 100 دقیقه هم سر امتحان بمونن. لطفاً تایم دستشون باشه. مورد بعدی که وجود داره اجازه بردن ماشین حساب دارید ولی نه ماشین حسابی که برنامه بپذیره و اینکه شما بتونید باش دیاگرام بکشید. یک ماشین حساب بدون برنامه
بدون اینکه شما بتونید اکویشنی بهش بدید. ولی نگران نباشید، لوگاریتم میتونه محاسبه کنه. دوستان خیلی نگران این مسئله بودن که ما میتونیم ماشین حسابی ببریم که لوگاریتم بگیره. بله میتونید. ببخشید. بله. چیزایی که ممنوع سر جلسه ببرید خواهشاً تلفن همراه، هندزفری، ساعت دیجیتال به هیچ وجه من الوجود نبرین سر جلسه. شاید اون لحظه بهتون تذکری ندن ولی ممکنه به عنوان تقلب اسمتون رو رد بکنن. خواهش میکنم. فقط اجازه استفاده از خودکار آبی و مشکی دارید. قرمز، مداد به هیچ وجه من الوجود نبرید، استفاده نکنید. لاک غلطگیر خیر، ممنوع هستش. خب فصلهای متفاوتی که در شیمی میاد که همتونم مستحضر هستید که چی هست و انقدر من سر کلاس تکرار کردم که فکرم همه عزیزان حفظ شدن. قسمت اولی که میاد فعالیت‌های علمی هستش که مربوط به آزمایشگاه، استیکیومتری و تحقیقات علمی. فصل دوم مربوط به ساختار ماده، مدل‌های اتمی، نظریه‌های کوانتومی، جدول مندلیوف، پیوندهای شیمیایی، پیوندها و نیروهای بین‌مولکولیه. فصل سوم و فصل دوست داشتنی همه دوستان که شیمی خوندن، تعادل‌ها، ترمودینامیک، سنتیک، فصل اسید و باز، اکسایش و کاهش که همون ردوکسا هستن. و فصل چهارم گروه‌های عاملی، ایزومری، واکنش‌های آلی، پلیمرها، سنتزهای پلیمرها هست. سوال معروف همه عزیزان، از کدام فصل سوال تشریح امکان اومدنش هست؟ فصلی که با رنگ قرمز براتون مشخص کردم. فصل تعادل، اسید و باز، ترمودینامیک و واکنش‌های ردوکسی. معمولاً از این فصل‌ها من کمی 100% به کار نمیبرم، معمولاً از این فصل‌ها سوالای تشریحی در میارن. طریقه نمره دادن به چه صورت هستش؟ پارت اول 2.5 نمره داره که 2 سوال به شما میدن. فقط شما اجازه دارید 1 سوال رو جواب بدید، فقط یه دونه. اگر 2 سوال رو جواب بدید فقط سوال اول نمرش بهتون داده میشه و تصحیح میشه. پارت دوم 2.5 نمره داره، مثل پارت اوله. باز شما باید یه دونه رو جوابگو باشید، نه 2 تاشو. باز اولی تصحیح میشه. پارت سوم پارت 3 گزینه‌هامون هست که 8 سوال به شما داده میشه و فقط 6 تاش باید پاسخ داده بشه و 6 اول هم تصحیح میشه. در صورتی که در سالهای گذشته ما 15 تا تستی داشتیم که 10 تاشو باید جواب میدادیم و هر جواب درست نیم نمره داره و به ازای هر جواب غلط 1/10 نمره ازتون کسر میشه. اگه هم سفید بذارید خب اثر خاصی نداره. و پارت چهارم که در سالهای گذشته ما نداشتیم، 2 سوال بهتون داده میشه که باید حق انتخابی ندارید، باید حل کنین، تحلیلیه و تفسیری. خواهش ازتون میکنم جمله بندی های درست، کلمات درست اسپانیایی شده از جملات کوتاه استفاده کنید. جملات بلند استفاده نکنید که احتمال غلط یا ارورتون بره بالا. حق انتخابی تو این ندارین. 2 سوال با قسمت چهارم اگر 2 سواله یا 1 سوال هر چند تا هست باید جواب بدید. 2 نمره داره و اگر درست توجیه نکنید نمرتون از دست خواهد رفت. سالهای گذشته غلطهای املایی ایراد گرفته نمیشد. امسال 1/10 از نمرتون کسر خواهد کرد. همونطور که میبینید توضیح بود که حالا توی اسلاید قبلی هم بهتون دادم. سوال تفسیری و توجیهاتون اگر نتونین درست تفسیر کنید 80% نمره میره. احتمال داره 20% بهتون بدن یا هیچی بهتون ندن. پس نهایت دقتتون رو بذارید. رو گرامر دقت کنید، چون میدونم همکارای عزیز مؤسسه و گروه از نظر اسپانیایی شدیداً با بچهای ما کار کردن و از این نظر مشکلی نیست. فقط فوکوستون رو بالا ببرید.
و در نهایت میدونم که بچه هامون جلو میرن و یادشون باشه هر پاسخشون نشون دهنده تلاشاشونه و آینده تو دستاشونه و میدونم بچه های ما خوش میدرخشن. همونطور که سر کلاس ها گفتم دقت داشته باشید، بالای برگه هاتون ناماتون رو بنویسید. هر چند برگه ای که میخواین به عنوان چک نویس از افرادی که داخل حوزه هستن بگیرید، خواهش میکنم. برگه از بیرون نیارین داخل، ممنوع هستش. و پایین برگاه هاتون جایی هست برای شماره گذاری پاسخنامتون. آقا اگه قراره سال اولتون با تشریح شروع شده، برگه 1، برگه 2، برگه 3 شماره گذاری کنید. لطفاً ناماتون رو بنویسید، تمرکزتون رو حفظ کنید و با قدرت جلو برید. مثل همیشه من میدونم بچه های ما موفق خواهم بود. با تشکر از همه. مرسی شیما جان، خیلی ممنونم. مرسی از توضیحاتت. و اینجا بازم نقش پر زبان می‌بینیم که عزیزانی که ما از همون بسم الله میگیم عزیزان زبان بخونید، به خاطر همینه که بچه‌ای که زبان خوندن الان با خیلی راحت‌تری جلو میرن. من مطمئنم مثل هر سال امسال هم بچه‌ها توی درس شیمی قطعا خوش می‌درخشن و خیلی ممنونم شیما جان از اینکه زحمت کشیدید. متشکرم. آقای فرخنده بزرگوار، ما در خدمت شما هستیم. درس ریاضی، یکی از مدرسین درس ریاضی اون آقای فرخنده. خوشحال میشیم که آخرین توصیه هایتون رو بکنید به بچه ها برای درس ریاضی. خیلی ممنون بابت وقتی که در اختیار من قرار دادید. متشکر. توضیحات رو البته به صورت خیلی کامل خانم دکتر سرانجام انجام دادن. من فقط باید یه سری توضیحات، حالا گفتنی ها رو ما سر کلاس معمولا به بچه ها گفتیم و حالا به خاطر اون دسته از عزیزانی که تشریف میارن و حالا ممکنه که از خارج از بحث مؤسسه هست، خب اونها هم یا سایر گروه ها هم استفاده بکنن. من اولین توضیحی که باید بهتون بدم برای خب خیلی از دوستان هم سر کلاس از من پرسیدن و هم بحث حالا سوالات جانبی که میاد. ببینید ما دو تا مبحث داریم این وسط. اونم اینه که تو بحث آزمون پا برای اون دوستانی که تشریف آوردن حالا دارن از جلسه ما استفاده میکنن، استفاده از ماشین حساب بلامان است، فقط با شرط ها و شروط ها، و اون هم اینه که رسم نمودار، رسم دیاگرام اینها نداشته باشه، فرمول حفظ نکنه. ماشین حساب مهندسی به صورت عادی خیلی سنسیو یا خیلی ساده باشه که همون بحث لوگاریتم، توابع مثلثاتی، سینوس های هایپربولیک رو اینها رو نهایتا بتونه، یا سینوس اینورس و کوسینوس اینورس ها رو بتونه براتون حساب بکنه. ماتریس رو بتونه حساب بکنه بلامان است. اما یادمون باشه که نوشتن راه حل تو بحث ریاضی فوق العاده مهمه. چیزی که حالا تو بحث آزمون پا و آزمون اوند من میتونم بهش اشاره بکنم که البته بحث اوند امسال یک مقداری تغییر کرده توی حالا بحث استراکچر کارش، که حالا اون رو هم توضیح میدیم. فعلا به موازات هم پا رو توضیح خواهم داد هم بحث آزمون اوند رو. اونم این هستش که خب دانش آموز غلط املایی در هر حالت داشته باشه کم میکنن ازش، که خانم دکتر هم گفتن که 1/10 نمره و کاملا هم درسته. پس سعی کنید جملاتتون کاملا ساده باشه، به زبان خیلی گویا. خیلی جملات رو برای خودتون پیچیده نکنید. این بحث بسیار مهمیه. مورد دوم استفاده از ماشین حساب بود که براتون توضیح دادم. دوستانی که در آزمون پا تشریف دارن میتونن ماشین حساب ببرن. عزیزانی که در آزمون اپلیکاداس میخوان شرکت بکنن اجازه ماشین حساب 4 عمل اصلی رو دادن. درست شد. و دوستانی هم که قرار مت 2 شرکت بکنن این اجازه رو بهشون نمیدن که با خودشون ماشین حساب رو به داخل جلسه ببرن. به گفته طراحان جلسه این موضوع محاسبات به گونه‌ای هستش که میشه اونها رو با هم دیگه، یعنی با دست کاملا ساده حساب کرد. هرچند که واقعیتش رو اگر بخواین توی بحث آزمون اوند مت 2 حالا سوالاتی که من با بچه‌ها سر کلاس کار کردیم انصافا نیازی به ماشین حساب نداره، حتی بحث لوگاریتم ها، چون بیشتر بحث مت 2 واقعا رسم نمودار. اما اون دسته از دوستانی که با من فیزیک دارن
که خب حالا چه آزمون پا چه آزمون اوند در جریان باشن. اجازه بردن ماشین حساب رو دارن به این دلیل که محاسبات فیزیک کاملا متفاوت و ورای اون قصه است. فقط باز هم تاکید میکنیم اجازه بردن ماشین حساب هایی که نرم فرمول حفظ میکنه و اینها رو به هیچ عنوان نخواهید داشت. توی بحث آزمون حالا اپلیکاداس رو شروع بکنیم. خب تو بحث آزمون اپلیکاداس یادمون باشه که ما الان در این بحث 3 تا بلوک داریم، بلوک آ یا بلوک ددساری د آ که 2.5 نمره رو به خودش داره اختصاص میده و بلوک بی 2.5 نمره داره از اون رو به قول من به خودش اختصاص میده. حالا ببینید تو هر بلوک ما یک پروبلما داریم. این در حقیقت 2 تا اپسیون داریم که شما میتونید یه دونش رو الخیر کنید به صورت خیلی اپسیونال یا همون دل بخواه میتونید اون رو انتخاب بکنید. تو بلوک 2 هم همینطور که بلوک 2 و بلوک 1 معمولا از حالا تو بحث‌های احتمال، ماتریس و بحث هندسه، حالا نه خیلی تو بحث اپلیکاداس هندسه خیلی وارد نمیشه، ولی بیشتر بحث ماتریس ها و بحث سوالات احتمال که خب انواع و اقسام احتمالات داریم، ولی مهمترین پارتش همون دیستریبیوشن ها و نورمال ها و احتمالات نورمال هستن که ما برای دوستان کاملا شرح دادیم که خب اونها میتونن به صورت سوالات کاملا تشریحی بیان. و بحث که شما حتما یادتون باشه، باز هم تاکید میکنیم به علت اینکه خب توی هر سایتی که شما تشریف ببرین یک عنوانی رو یادداشت کرده، درست شد؟ و به خاطر همین موضوع ما همیشه میگیم قبل از اینکه شروع کنید به انجام اون برگه رو پاسخ دادن، ازتون خواهش میکنیم حتما صورت برگه رو مطالعه کنید. حتما صورت برگه رو مطالعه کنید به خاطر اینکه 100% دیگه اون قانونی که بهتون میگن قطعا اون قانون قراره اپلای بشه و نمره شما رو با اون قراره بسنجن. و بحث سوالات تستی هستش که 8 تا در آزمون اپلیکاداس با توجه به آخرین تغییرات دارم بهتون میگم 8 تا سوال تستی الان مطرح شده که 5 تاش رو شما اوبلیگاتوریه باید بزنید، پاسخ بدید. و بحث تو آزمون اپلیکاداس و بحث این هستش که در کل امسال نسبت به سال گذشته مقداری تغییر کرده. سال گذشته ما 5 نمره بحث آزمون سوالات تستیمون بود، 5 نمره هم سوالات تشریح. امسال 2.5 نمره از سوالات تستی رو کم کردن، یعنی سوالات تستی مجموعش رسیده به 2.5 نمره و از اون طرف هم به بحث پروبلماس اضافه کردن. درست شد؟ پس حواستمون باشه که هر سوال 0.5 نمره خواهد داشت و یه تفاوتی هم نسبت به سال گذشته داشته، اونم اینه که پارسال ما 0.1 نمره منفی داشتیم، الان شده 0.2 در آزمون اپلیکاداس. پس من توصیهم به دوستان اینه که افرادی که شک دارن روی زدن سوال حتما اون سوال رو رها کنن، چون در صورت رها کردن هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. اینکه پاسخنامه برای سوالات تستی بهتون میدن، خودشون بهتون اعلام میکنن که حالا روی داخل پاسخنامه نوشتن که باید ضرب‌در بزنید یا دایره رو پر کنید یا تیک بزنید یا هر چیزی. لطفاً این کار رو انجام بدید با خودکار که حالا توضیحات جنرالی که خانم دکتر سرانجام دادن کاملا برای تمام آزمون ها صدق میکنه عزیزان. و این از توضیحاتی بود که ما توی بحث آزمون اپلیکاداس میتونستیم بهتون بدیم. تو بحث متمتیک ها هم تقریبا کار به همین صورته، خب که دقیقا ما 0.5 نمره بحث هر سوال تستیه، خب و 0.2 هم دقیقا سوالات غلط هستش و تعداد سوالاتی هم که داره طرح میشه خب تبدیل شده به 8 تا
یعنی دقیقا همون فرمت آزمون اپلیکاداست دقیقا داره برای مته 2 هم اجرا میشه در قالب 3 تیپ سوال که داره بلوک A، بلوک B و بلوک C که خب به هر حال این بلوک C هم که همون بحث سوالات تستی هست. این که حالا ترتیبش به چه صورت باید باشه اون یه بحث دیگه است. ولی تنها چیزی که الان من دارم حالا آخرین دیتا رو نگاه میکنم به هیچ عنوان اجازه بردن ماشین حساب رو نداده. درست شد. ولی ما طبق حالا پیش‌فرض همیشه میگیم دانش آموزا همراهشون باشه. اگر اجازه دادن چه بهتر، اگر ندادن به هیچ عنوان دیگه. خب حالا به هر حال شما میدونید و من همیشه سر کلاس ها به بچه ها میگم ما تمام تلاشمون رو سر کلاس دوستان میکنیم که شما در سر جلسه امتحان دچار کمترین استرس و سورپرایز بشید. اینکه شما سر جلسه امتحان سورپرایز نشید این کاملا یه بحث بسیار بسیار مهمیه. اما بپردازیم به بحث فیزیک. اپلیکاداس رو صحبت کردیم، متمتیکای 2 رو صحبت کردیم، حالا میخوایم راجع به فیزیک صحبت بکنیم. فیزیک یه فرق خیلی کوچیکی داره. فیزیک هم تبدیل شده به 8 سوال که شما 5 تاش رو به صورت اوبلیگاتوری باید الخیل کنید که هر کدوم از سوال جوابایی که شما دارید میدید نیم نمره پاسخ اگر درست باشه نیم نمره، اما اگر غلط باشه 15 نمره از شما کم خواهد کرد که این خب به هر حال خودش میتونه یک پوینت مثبتی باشه برای از دوستانی که تشریف میخوام ببرن بحث مهندسی. بچه‌ها حالا توی این مبحث چون بیشتر بچه‌های آزمون‌های اونت هستن ما بیشتر فوکوسمون رو گذاشتیم رو بحث آزمون اونت، ولی توی بحث آزمون‌های پا این موضوع رو دقت بکنید که مراتب با توجه به زبان‌های هر ایالت متفاوته. شما میتونید در بحث آزمون پا زبان مثلا به عنوان مثال ایالت کاتالونیا شما میتونید یا به صورت اپسیونال یا اسپانیایی امتحان بدید یا میتونید چیکار کنید به صورت کاتالان امتحان بدید که این کاملا دست خودتون هست. ولی در فرمت کلی آزمون به این صورته که یواش یواش دارن سوالات تستی رو کم میکنن، بار مفهومی رو دارن افزایش میدن، میزان نمرات منفی رو دارن بالا میبرن نسبت به پارسال و خب طبیعتا یواش یواش دارن این آزمون پا و آزمون اونت داره به یک نقطه مشترکی قراره برسه. همونطور که گفتیم رفرنس اصلی آزمون پا هست، ولی خب با توجه به دانش آموزایی که از خارج از کشور تشریف میارن یواش یواش این آزمون دستخوش تغییر شده که تغییرش رو میتونیم ببینیم دیگه در 3 لایه پوست اندازی کامل از سال 2000 تا 2008 2008 تا 2014 2014 تا 2017 17 تا 24 هم که الان هستیم دچار یک تغییر و تحول شده. پس همه اینها نشون دهنده این رو میده که گام به گام روز به روز سوالات آزمون در حال گسترش پیدا کردن هست، در حال پیشرفت کردن هست و در حال سخت‌تر شدن که دیگه امیدواریم که شما عزیزان با تلاش و همتتون بتونید به اون هدفی که میخواید برسید. ببخشید من سعی کردم چون با توجه به حجم دروس و حالا امتحانات مختلفی که هست خیلی فشرده و سریع صحبت بکنم. اگر با سوالی هست من در خدمتتون هستم. مرسی آقای فرخنده، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. بله همونطوری که اشاره کردیم خب تغییراتی در آزمون‌ها ایجاد شد. البته من معتقدم که واقعا این که داره تشریحی هم میشه خوبیش اینه که اون بچه‌هایی که واقعا در کلاس‌ها حضور پیدا میکنن بچه‌ها رسیدگی میکنن حالا به اون درسی که دارن میخونن مطالعه‌ای که دارن میکنن. به نظر من این بچه‌ها راحت‌تر توی این آزمون به نسبت بقیه خب میتونن نمره بگیرن. از اون حالت به قول گفتنی شانس بودن و اون فاکتور هست میشه، یعنی واقعا بچه‌هایی که میخونن و یاد میگیرن میتونن نمره بگیرن و خیلی ممنونم از شما. ما هممون میدونیم که درس ریاضی خیلی خواهش میکنم. من یه نکته رو فراموش کردم برای بچه‌ها بگم، هم درس فیزیک هم درس ریاضی عزیزانه. ببینید باید مقداری برای هر سوال توضیح بدید. خب این فرقی که خب طبیعتا نسبت به پارسال کرده. فقط همین آقای فرخنده فکر کنم خارج شدن از خب
راجع به ریاضی صحبت کردیم. مرسی از توضیحات آقای فرخنده بزرگوار که هم درس ریاضی ببخشید من عذرخواهی آمریکاداست. میکنم که قطع شدم، قطع فقط شده. جمله‌مو به بله. اتمام برسونم و تمام. بچه‌ها برای سوالات ریاضی و فیزیک لطفاً حتی شده چند جمله خیلی کوتاه توضیحتون رو بنویسید و سوال رو ببندید که با خیال راحت بدونیم که نمره کامل رو میگیرید. موفق باشید. خیلی ممنونم آقای فرخنده، متشکرم از توضیحات کاملتون. 3 درس ریاضی آفریکاداست و ماتماتیکاس 2 و فیزیک. ممنونم از شما بابت توضیحاتی که دادید. امیدوارم بچه‌ها دقت نظر داشته باشن. یه ذره عمومی هم صحبت بکنیم. خانم دهقانی عزیز، دنیا جان، راجع به زیست برام یکم صحبت بکنن و البته میدونم که دنیا جان به عنوان یکی از دانشجویان موفق مجموعه ما که نمرات بسیار عالی هم در سالهای گذشته اخذ کردن، میخوام هم تجربهشون رو بگم، هم اگر نکته تخصصی میدونن به ما توضیح بدن. این بخشش رو بچه‌ها دانشجوها خیلی خوب توجه بکنن، چون استفاده از تجربیات یه دانشجو هم هستش. خیلی متشکرم خانم خسروی عزیز. اولا که درود قربون عرض شما. می‌کنم خدمت شما و همگی اساتید عزیز، اساتید بزرگوار بنده هم توی این جمع هستن که ارادت خودم رو خدمتشون عرض می‌کنم. بله، بنده تجربه شرکت در آزمون رو داشتم و اگر اجازه بدید اول با تغییرات کلی آزمون ها صحبت بکنیم، به خصوص این که این تغییرات توی آزمون بیولوژی خیلی دیگه به وضوح دیده میشه و کلاً به قول بچه‌ها گفتنی کوبیدن از نو ساختن آزمون بیولوژی رو. امسال اومدم با اجرای قانون آموزشی جدید که توی اسپانیا در واقع تصویب شد، اومدن ساختار کلی این آزمون ها رو تغییر دادن که از مهمترینشون اینه که دیگه اون اختیاری که دانشجو و یا متقاضی برای صدای بنده رو داریم؟ من از جلسه افتادم بیرون. اشکالی نداره، الان مجدد صداتو داریم عزیزم. بله، عرض می‌کردم امسال اون اختیاری بودن سوالات کمتر شده، این رو از متقاضی گرفتن. یعنی اینکه توی هر بخش، ما پارسال اینطوری بود، تا پارسال تا سال 2024 توی آزمون بیولوژی ما 15 تا تست داشتیم که از این 15 تا 10 تاشو باید متقاضی دهقانی جان بازم قطع شدیم، عجیبه. تعداد ورود و خروج ها به جلسه زیاده، فکر میکنم به همین خاطر اپلیکیشن چرا مشکل میشه. خب دنیا جان رو شما دارید؟ نگار جان خوش رفتن. صدای بنده رو داریم؟ بله الان داریم صداتو عزیزم. بله، عرض می‌کردم قبلا 15 تا سوال تستی میدادن توی بیولوژی که 10 تاش رو باید انتخاب میکردن عزیزان، که این 10 تا سوال به طور کلی 5 نمره داشت و 5 نمره هم که مخصوص سوالات تشریحی بود که باز 4 تا سوال میدادن که دانشجو بعد 2 تاش رو در واقع به انتخاب خودش تعریف میکرد و توضیح میداد که بازم اونجا 5 نمره بود. امسال تمام تمرکز اومده روی سوالات تشریحی، یعنی همون تغییراتی که استاد عزیز جناب فرخنده فرمودن و همچنین خانم سرانجام این بود که 2.5 نمره شده تستی و دیگه باقی نمره رفته روی تشریحی‌ها و علاوه بر اون سوالات کاربردی تر شدن. یعنی اینکه شما باید مفاهیم رو خوب یاد گرفته باشید که بتونید در شرایط واقعی که به خصوصی بلوک 4 بیولوژی برای شما تعریف میکنه بتونید اون رو تحلیل بکنید. یعنی دیگه فقط بر مبنای حفظ کردن مطالب نیستش. نکته دیگه ای که در واقع خیلی باید بهش توجه کرد و امسال یه جورایی تقریبا سر و صدا کرد این هستش، یعنی اهمیت غلط‌های املایی و نگارشی دانشجو هستش.
که اینطوری که شما اگر جواب اون سوال رو کامل بدید ولی غلط املایی داشته باشید، اشاره شده که 10% از نمرتون رو از دست میدید. پس اینکه جملاتی رو بنویسید که بهش واقفید، گرامرش رو بلدید و راحت‌تر منظورتون رو میرسونه، خیلی حائز اهمیته. و اینکه تمامی این قوانین هم در واقع طبق اعلام خودشون برای نمره‌دهی یک نواختر اعمال شده، برای اینکه یک شرایط استانداردی برای تصحیح اوراق به وجود بیاد که شرایط کسایی که توی مدارس اسپانیا دارن تحصیل میکنن با کسانی که از خارج از کشور اسپانیا میان و آزمون میدن یکی بشه. حالا اگر اجازه بدین میخوام در مورد مباحث یا سرفصل‌های بیولوژی صحبت بکنم که چه تغییراتی داشته. تقریبا همون مباحث سالهای گذشته از مباحثی که تا سال 2024 بچه‌ها میخوندن، آزمون میدادن. اما خب یکی از مباحثی کلا حذف شده همون ژنتیک مندل هستش که به طور کلی حذف شده، پارسال توی سرفصل‌های آزمون بود. و اینکه مبحث دیگه مبحث میکروبیولوژی هستش که میکروبیولوژی دیگه الان به صورت واحد یک سرفصل جدا نیست. اومدن میکروبیولوژی رو با فصل‌هایی مثل زیست سلولی و بیوتکنولوژی و ایمونولوژی یا همون ایمنی شناسی ترکیب کردن. یعنی سوالات ترکیبی خوبی از مبحث میکروبیولوژی با این فصل‌ها، به خصوص بلوک 4. من این بلوک چون تحلیلی هستش تاکید میکنم، به خصوص این بلوک احتمال داره که برای بچه‌ها سوال طرح بکنن. و اینکه ساختار آزمون هم اگر اجازه بدیم من اسکرین شیر رو بزنم، نمونه آزمونی که خود سازمان اونت منتشر کرده رو برای عزیزان نمایش بدیم و بعد از اون هم نحوه یعنی پر کردن پاسخنامه رو به عزیزان نشون بدیم که چه جوری حالا تستیا رو پر کنن، چه جوری تشریح‌ها رو بنویسن. ممنون میشم تایید بدید اگر صفحه بنده رو به صورت کامل دارید. بله عزیزم هستش. بسیار عالی. نکته‌ای که جناب فرخنده فرمودن این که این توضیحات ابتدای هر امتحان رو که به شما میدن حتما مطالعه کنید، هم به زبان انگلیسی نوشته شده هم به زبان اسپانیایی، که به شما میگه چند دقیقه وقت آزمون شماست، چه ممنوعیاتی وجود داره و چجوری باید این سوالات رو جواب بدید. مثلا نوشته که در پارت اول که 2.5 نمره داره 2 تا سوال به شما داده میشه A و B و شما فقط و فقط باید یک بخش رو انتخاب بکنید و پاسخ بدید. به هیچ عنوان وقتتون رو تلف نکنید که 2 بخش رو پاسخ بدید. در هر حال مصحح فقط جواب اول شما رو تصحیح میکنه. توی تستیا هم به همین شکله. یعنی توی تستیا شما به شما 8 تا سوال داده، 5 تا سوال رو بعد انتخاب کنید جواب بدید، به جای 5 تا اگر 7 تا 6 تا یا همون 8 تا رو جواب بدید، فقط 5 تا پاسخی که توی پاسخنامه‌تون هست، 5 تا پاسخ ابتدایی رو برای شما تصحیح میکنن. این توضیحاتی هستش که اینجا داده شده. اینجا مشاهده میکنید الان امتحان بیولوژی به 4 بلوک تقسیم شده. بلوک 1 که بخش A و B داره، شما بعد یکی از این بخش ها رو انتخاب بکنید، بخونید، ببینید با کدوم مباحث راحت ترید و بعد به کل اون بخش پاسخ بدید. توی برگه پاسخنامه‌تون باید آدرس دقیق بدید، یعنی بگید بلوک 1 سوال 1 بخش A اگر انتخابتون اینه، یا نه بلوک 1 B و حالا جواب رو بدید. لازم نیست سوال رو بنویسید، یعنی یه جوری کپی کنید، فقط همون جواب رو دقیق A B C. خانم دهقانی جان ببخشید، اول جانم. نکته این که بچه‌ها سوال رو ننویسن، فقط بیان بنویسن بلوک 1 بخش 1 بله. مثلا دیگه نیاز به نوشتن سوال نیستش مجدد. نه اصلا فقط آدرس دقیق بدن که این جواب برای این سواله. این سوال هستش. بلوک بله. 1 این هستش، بلوک 2 هم به همین طریق دقیقاً شبیه بلوک 1 هستش که 2 تا سوال به شما میدن که بعد یکی از اونها رو انتخاب بکنید و پاسخ بدید. باز هم تاکید میکنم آدرس کامل سوال رو بدید. بلوک 3 تستی هستش. اینجا دیگه شما برگه تشریحیتون کاری ندارید. یه برگه پاسخنامه تستی به شما میدن که چند تا مربع خالیه که باید این مربع‌ها رو به طور کامل پر کنید. تیک و ضربدر و نقطه و اینا نداریم چون پاسخ رو اصلا از شما قبول نمیکنن. دیگه بعدش باید بیفتین به دردسر اینکه ایمیل بدین به اونت که آیا بپذیرن آیا نپذیرن. بعد به طور کامل با خودکار پر کنید که جای شک و شبهه‌ای هم نباشه.
به همین طریق سوال‌ها رو میخونید، 5 تا سوالی که فکر میکنید درست هستن پاسخ میدید. اینجا هم بارون‌بندی سوالات تستی به این طریق هستش که نیم نمره سوال درست شماست و هر سوال غلط شما 15 صدم از شما کم میکنه. پس ترجیحاً اگر سوال رو بلد نیستید ازش بگذرید. سعی کنید تا جایی که میتونید 5 تا سوال مطمئنی که دارید رو جواب بدید. کمتر از 5 تا شدم اشکال نداره دیگه. شما دیگه سوال غلط مطمئنید که ندارید که از اون نمرتون نمره کم بشه. و بلوک 4 که اتمام حجت تمام این تغییراته که یه متن به شما میدن که بیشتر هم در رابطه با همون میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی و ترکیب میکروبیولوژی با فصول دیگه است که این متن رو میخونید و بعد کامل به سوالاتش جواب میدید. ببینید به تمام سوالات دیگه نگفته که مثلا به چند انتخابی نیست. تمام سوالات این بخش باید پاسخ بدید. این از سوالات بیولوژی بود. حالا عزیزان میتونن این رو از خود سایت اون دانلود بکنن اگر میخوان تمرین بکنن. پاسخنامه‌اش هم جای دیگه میتونید پیدا کنید. شاگردان خودمونم که جلسهشون برگزار بشه که برای پاسخ به سوالات در خدمتشون هستیم. برای پاسخنامه، این پاسخنامه‌ای که در اختیار شما قرار میدن، این بخشای بالاش رو شما حالا اصلا لازم نیست توجهی بکنید. اصل کاری اینجاست که این برگه‌ای که به شما میدن و میخواین پاسخ بدید کامل این مربع ها رو پر کنید. موس منو میبینید؟ حرکت موس منو میخوام توضیح بدم. اوکیه؟ یه بار حرکت بزنید شما. بله دارم حرکت میدم من واضح باشه. سوال اول مثلا سوال شماره 1 سوالات تستی رو شما میخونید، جوابتون جواب گزینه آ هستش. کامل این گزینه آ رو پر میکنید. حالا من سعی میکنم یه جوری اینو پر کنم که معلوم بشه. مثلا من گزینه آ رو پر کردم. وقتی میام مرور میکنم میبینم که نه، سوال 1 جوابش گزینه آ نمیشه، احتمال داره جوابش گزینه سی بشه. خب چیکار کنم؟ من که نمیتونم اینو خط بزنم. اینجا میبینید براتون 2 تا ردیف تعبیه کردن گذاشتن. اگر شما دومین ردیف رو پر کنید یعنی که جوابتون دیگه گزینه آ نیست، جوابتون مثلا گزینه سی هستش. وقتی که دوباره نگاه میکنید میگید به نظرم این سوالو شک دارم. من اول فکر کردم آیا الان فکر میکنم سیه. خب شک دارم این سوالو. چجوری این سوالو حذف کنم که برام به حسابش نیارن؟ این گوشه گزینه آنولار رو دارید، یعنی لغو پاسخ. شما وقتی این رو پر میکنید یعنی به کامپیوتر میفهمونید که این سوال پاسخ این سوال رو برای من حساب نکن. این کاد برای شما سفید اعلام میشه با زدن گزینه آنولار. امیدوارم واضح توضیح داده باشم. بله خیلی به همین طریق دیگه سوالات اگر احساس کردن که میخوان تغییر بدن توی ردیف دوم گزینه جدیدشون، اگرم انولار بزنن که دیگه انگار جواب ندادن. سفیده، یعنی انگار جواب ندادن به این سوال. کاملا درسته. این از سوالات تستی. سوالات تشریحی هم یه برگه سفید به شما میدن که بالا این صفحه زمان ورود شما، زمانی که برگه رو به شما میدن زده شده، زمان خروج شما هم زده شده. دکتر سرانجام اشاره کردن که فکر نکنید اگر نمیان بالا سر شما برگه رو بگیرن باید بشینید. 90 دقیقه رو که میگیرید خودتون برید برگه رو تحویل بدین یا دستتون رو بگیرین بالا بیان ازتون تحویل بگیرن. چون بعد از اینکه چک کنن که از تایم ورود شما یعنی از تایم اون 90 دقیقتون گذشته، میگم اون برگه رو تحویل نمیگیرید. پس تایم دستتون باشه. 90 دقیقه هم برای بیولوژی فرصت دارین. و اینکه اگر برگه جدیدی گرفتین به شماره صفحه این پایین میزنن. حالا امیدوارم اینجا این پایین شماره صفحه که میزنن، مثلا شما 2 تا برگه گرفتید میگید برگه 1 از 2 تا برگه، برگه 2 از 2 تا برگه. اگر برگه اضافی از اون مراقبانی که اونجا هستن گرفتین دیگه اون در کل به شما 2 تا برگه میدن، برگه پاسخنامه تستی و برگه تشریحی که میشه در کل 2 تا برگه. اگر برگه اضافه گرفتید میشه 3 تا برگه یا حالا بیشتر 4 تا. به این توجه بکنید که اینجا می نویسید برگه چندم از چند تا برگه است. و اینکه همین من الان تمام نکاتی که مد نظرم بود رو گفتم. باز اگر نکته‌ای هست که فکر می‌کنید بعد اشاره بکنم ممنون میشم. بگید تا پاسخ بدم. مرسی، ممنونم دانا جان، توضیحات عالی بود. خیلی ممنون، متشکرم. مرسی از وقتی که گذاشتی. متشکرم. من یه نکته کوچیکم اگر اجازه بدینم بگم خیالم راحت بشه. این که توی تشریحی‌ها اگر به شما میگن که فلان چیز رو تعریف کنید، ساختار رو رعایت کنید دیگه. من بچه خودمونم گفتم
رو سوال رو میخونید. اگر چون بعضا توی یه سوال دو تا سوال از شما میپرسن، یعنی یه ای یا یه او میذارن و 2 تا سوال میشه، یه سوال 2 تا سوال میشه. به این خیلی خوب دقت بکنین. و اینکه ساختار نوشتن رو رعایت بکنید. فارسیشو تو ذهنتون که میاد گوشه برگی یادداشت بکنید، توصیه که خانم خسروی همیشه به ما داشتن، یادداشت بکنید. بعد اون فارسی رو که نگاه میکنید میاد اسپانیاییشو مینویسید با خیال راحت. اول تعریف، بعد یه مثال و بعد حالا اگر توضیحی داره یا کاربردی هست کاربردش رو توضیح میدید. این ساختار یک پاسخ استاندارده: تعریف، مثال، حالا اگر مثالش توضیحی داره کاربرد داره اونو بنویسید. اگر به شما میگن 3 مورد بنویسید، 3 مورد بنویسید، نه 2 مورد نه 4 مورد. 3 موردی که طراح سوال ازش میخواد بهش بدید، نه کمتر نه بیشتر. و اینکه توی تست هم به تبع اگر شک دارید جواب ندید چون نمره منفی داره. همین، عرض نیست. ممنون، خیلی متشکرم. زنده باشید. مرسی. حالا مهمانان عزیزی که توی جلسه ما حضور دارن ببینن که چرا بچه‌های گروه دانا نتایج خوبی میگیرن. به خاطر اینکه اینقدر با جزئیات همکارای عزیز ما لطف دارن و مطالب رو در اختیار بچه‌ها قرار میدن. خیلی ممنونم از دنیا جان که هم تجربه و هم مهارت خودشون رو با ما اشتراک گذاشتن. من یکی دیگه از بچه‌ها رو میخوام بگم که بیام بالا. نازنین جان فکر کنم الان توی جلسه. نازنین عزیز یکی از بچه‌هایی که دیگه از بچه‌های گروه دانا که ایشون هم دانشجوی موفق ما هستن. خب من این صفحه شیر رو ببندم که خب نازنین جان ممنونم. هستی شما عزیزم؟ بله صدای منو داری؟ بله عزیزم، سلام، خیلی خوش اومدی ممنونم. نازنین سلام جان. خانم دکتر نه، عزیز، اساتید قربون شما. عزیزم و بقیه نازنین عزیز که دانشجوی مرسی. داروسازی دانشگاه والنسیا هستن، اومدیم از تجربه هاشو توی آزمون اونت بگن. لطف دارید، ممنونم، مرسی. اول که سلام میکنم به همه عزیزانی که حضور دارن توی این جلسه، اساتید عزیزم و خانم دکتر عزیز که عرض کردم. من میخوام راجع به اینکه چجوری اصلا حالا به عنوان یک کسی که یه فرد عادی که میره آزمون میده و اینا به چه صورت هستش از تجربه هم بگم. اول اینکه وقتی وارد جلسه میشید اگه دیدید خیلی استرس دارید یا خیلی اضطراب دارید، حتما قبل از اینکه کلا سوالا رو ببینید حدود 1-2 دقیقه اصلا به سوالا دقت نکنید. سعی کنید نفس عمیق بکشید، آرامشتون رو حفظ کنید و بعد اگه حس کردید که اوکی حالا یه ذره آروم ترید، برید سراغ سوالات و دیگه شروع کنید به حل کردن سوالات. مورد بعدی، وقتی که میخواید جواب بدید سوالاتو، خیلی خیلی اینجا مهمه که شما ببینید سوال ازتون چی خواسته. مخصوصا سر زیست و شیمی خیلی مهمه براشون. مثلا توی زیست یه سری چیزای خاص، یه سری کلمه‌های خاص ممکنه توی سوال به کار رفته باشه که خیلی مهمه که دقت کنید و دقیقاً همون جوری که ازتون توی سوال خواسته شده جواب بدید، چون که خیلی براشون مهمه و خیلی پارت نمره میدن به این جور موردها. مورد دیگه این که شما وقتی سوال رو دارید حل میکنید، اگر که به یه سوال برخورد کردید که نمیدونید چیزی ازش یا خیلی مبهمه و یادتون نمیاد در چجوری باید جواب بدید، حتما یه مداد با خودتون ببرید بغل اون سواله. مثلا چیزی که یادتون میاد، یه فرمول یا مثلا توی زیست اگه میخواید توضیح بدید به فارسی فقط یادتون میاد و به اسپانیایی نمیدونید اون کلمه چی میشه، حتما به فارسی بنویسید اونجا که مثلا چه میدونم یه کلمه فارسی، یا اگه فرمول یادتون اومده یا اگه فکر می‌کنید که آقا واسه این سوال فلان کارو باید انجام بدم، حتما بنویسید و برید سوال بعدی. اصلا بچه‌ها اصلا روی یه سوال خیلی نمونید و تمرکز نکنید. حتما برید سوال بعدی، همینجوری رد بشید و وقتی که دوباره برگردید اون یادداشت‌های خودتون رو ببینید و ببینید که آقا مثلا چون راجع به این سوال فلان چیزو نوشتم، مطمئن باشید توی دوره دوم یا حتی دوره سوم خیلی ذهنتون باز شده. یعنی هنوز که تا هنوز من توی دانشگاهم که هستم از این روش رو دارم استفاده میکنم. یعنی شک نکنید، یعنی واقعا به این روش باور داشته باشید. و اینکه خیلی از همه مهمتر اینه که آرامشتون رو حفظ کنید، استرس نداشته باشید. میدونم سخته ولی مهمترین چیز همینه. چیز خاص دیگه ای ندارم اضافه کنم. میدونم که همه اینا رو همه اساتید بهتون گفتن ولی خواستم تاکید کنم بخاطر اینکه خیلی مهمه. امیدوارم که امتحاناتتون رو عالی بدید، نتیجه های عالی تر، و اگر سوالی هست من در خدمتم. مرسی نازنین جان. من یه دو تا سوال ازت بپرسم. یکی این که
تایم که به نظر تایم کافی بود اون 90 دقیقه برای سوال و اینکه آیا اصلا فرصت کردی خوراکی بخوری، آیا اجازه دادن خوراکی سر جلسه ببری و در مورد کارت ورود به جلسه هم اگه توضیحی میدونی بهمون بگو. بله حتما. راجع به خوراکی که من نه فقط آب اجازه دادم بخورم و یادم سر جلسه ریاضی بود، خیلی فشارم یعنی اومده بود پایین. گفتن که میتونی خیلی آروم و یواش بدون اینکه کسی بفهمه یه شکلات بخوری، ولی نه در کل اصلا اجازه نمیدم این کارو انجام بدی. یه 2 تا فقط آب شکلات تو میتونید. جیبشون باشه آره بچه‌ها. اگر حالا ضروری بود. مورد دیگه تایم آزمونه. من راستش سر آزمونای حل کردنی مثل زیست و ریاضی و شیمی وقت کم آوردم و بخاطر اینکه کلا میگم من خیلی استرس داشتم و اولش بدون اینکه خودم رو آروم کنم یهو رفتم سعی کردم سوالا رو حل کنم، خیلی مثلا گنگ و گیج بودم و اون خیلی باعث شد که تایمم یعنی خیلی کند شده بودم سر حل کردن سوالا و خیلی داشت زمان می‌برد این مسئله. ولی اگه بتونن که اون آرامششون رو حفظ کنن و بدونن که آقا چی کار باید انجام بدن در مواجهه با سوالا، خیلی سریعتر و راحت‌تر میتونن پیش برن. ولی کلا سر زیست نه، واقعا من اصلا با این مشکل روبرو نشدم، بیشتر سر چیزای حل کردنی این مشکل داشتم. در مورد کارت ورود به جلسه یه ایمیل میاد برای بچه‌ها، یعنی حداقل تا پارسال اینجوری بود، یه ایمیل میاد برای بچه‌ها، اون رو من پرینت گرفتم بردیم سر جلسه آزمون و وقتی که میخوایم ورود یعنی وارد سالن بشیم یه نفر وایساده این برای مثلا سالونی که شما میخواید وارد شید بارکد میکنن، اون اسکن میکنن اون بارکدی که روی کارت ورود به جلسه‌تون هست، مشخصاتتون براشون میاد و اگه مثلا درخواست داده باشید که به صورت انگلیسی هم بهتون اون سوالا رو بدن، هم به اسپانیایی و هم به انگلیسی میتونید دریافت کنید سوالا رو و نه هیچ مشکل دیگه ای نداشت از این بابت. مرسی. خیلی ممنون نازنین جان. خواهش می‌کنم. میدونم که الانم تایم امتحاناتت هست. مرسی که وقت گذاشتی اومدی. متشکرم. خواهش میکنم. ممنون از شما. امیدوارم که موفق باشید و خدا مرسی. متشکرم. خب 2 مورد الان از بچه‌ها و توضیحاتشون استفاده کردیم. حالا در خدمت خانم نایبی عزیز باشیم برای درس ریاضی که ایشون هم مثل آقای فرخنده ما برای درس ریاضی در خدمتشون هستیم که اگر توصیه میدونن در مورد درس ریاضی ما در خدمتشون باشیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. راستش صحبت‌های اصلی رو همکاران عزیزمون به صورت کاملی توضیح دادن، سرکار خانم سرانجام عزیز، استاد فرخنده و همچنین که برای درس ریاضی استاد فرخنده به صورت کامل توضیحات رو برای بچه‌ها گفتم. من ممنونم ازشون. فقط چند تا مورد کوچیک هستش که من لازم میدونم با توجه به مواردی که دیدیم به بچه‌ها این رو اعلام کنم. ما خب قاعدتا توی این 1 سالی که گذشت از مباحث مختلف آزمون از بچه‌ها گرفتیم و برگه بچه‌ها رو توی فصل‌های مختلف دیدیم که به چه صورتی پاسخ میدن. من لازم دونستم که امروز فقط تنها موردی که حالا در ادامه صحبت‌ها بخوام بگم این هستش که خواهش می‌کنم بچه‌ها با دقت سوالات رو بخونید که مشخص باشه سوالی که میخواین جواب بدین دقیقاً متوجه بشین چی ازتون خواسته شده. سوالات رو زمانی که دارین مینویسین سعی کنین به صورت کامل اون روند حلتون رو بنویسید، توضیحاتتون کامل باشه ولی اضافه گویی نداشته باشید، یعنی اون چیزی که سوال ازتون میخواد رو براشون بنویسین. و همچنین خب بحث نگارش بودش که خب اشاره متعددی هم به این موضوع شد که موضوع بسیار مهمی هستش و قوانین رو هم خانم دکتر سرانجام عزیز به صورت کامل برای بچه‌ها شرح دادن. من ممنونم ازشون. امیدوارم که تک تک آزمون هایی که میدین به خوبی و با بهترین نتیجه ممکن باشه و من در خدمت شما هستم. دکتر خسروی میکروفون شما بسته است. خیلی ممنون خانم نایبی جان و خسته نباشید میگم. 1 سال تحصیلی همراه بچه‌ها بودیم و خیلی ممنونم ازتون بابت توضیحاتی که دادید. خانم اعظمی عزیز، درسته که اینجا اسپانیاست، کلی راجع به درس اسپانیایی صحبت کردیم ولی ما در درس زبان انگلیسی در خدمت خانم اعظمی عزیز بودیم که یکی از دروسی که بچه‌ها امتحان میدن و درس زبان انگلیسی هستش. خانم اعظمی جان اگه توصیه‌ای هم شما دارید من در خدمت شما هستیم. سلام، وقت همگی بخیر. وقت شما هم بخیر.
همکاران عزیز همه چیز کامل توضیح دادم. فقط اینکه در رابطه با زبان انگلیسی حالا یه چند تا نکته هستش که به نظرم رعایت بشه خیلی خوبه. خب توی بخش ریدینگ 2 نوع سوال میدن اصولا، یا according to میدن یا همین که یه سوالی رو میدن که مثلا اون موردی که باید توی سوال دنبال کردیم اونجا هستش. برای مثلا کلمات به نظر من چون متن 400 تا 450 تا کلمه داره، یعنی حدوداً 2 صفحه میگیره متن ریدینگش و اگر بچه‌ها بخوان که حالا اون 2 صفحه رو کامل بخونن خیلی از تایمشون میره. به نظر من بچه‌ها باید اول از همه دنبال کلمات کیورد بگردن، یعنی کلمات اصلی و کلیدی که توی متن تغییر نمیکنه. مثلا اگه کلمه‌ای مثل سال هست یا عدد هست یا حالا مثلا یه سری کلمات مثل اسم کشورها، اگر اونها رو برن و توی متن دنبالش بگردن خیلی زودتر به جواب میرسن. این برای سوالاتی هستش که حالا خیلی واضح‌تر توضیح داده میشه، مثلا توی صورت سوال اشاره داره که دنبال چیه. توی یه سری از سوالات according to هستش، یعنی اینکه کلاً هیچ چیزی توی صورت سوال نمیاره، صرفا میگه حالا بر اساس متن شما باید یکی از گزینه‌های زیر رو انتخاب کنید. توی این سوال بچه‌ها باید همه موارد رو بررسی کنن. حالا توی آزمون‌هایی که ما سر کلاس انجام دادیم دیدیم که مثلا بچه‌ها اگر که یک جواب رو مطمئن بودن یا نظرشون نسبت بهشون مثبت بود، در جای انتخاب میکردن و اصلا گزینه‌های دیگر رو چک نمیکردن و خب این خیلی اشتباهه. همه گزینه‌ها رو حتی اگر که مطمئن بودید چک کنید که با قاطعیت جواب بدید. و حالا گفته شده که یه سری تغییرات هم توی ریدینگ، بخش ریدینگ کامپریهنشن آزمون امسال قراره ایفا بشه که به جای اینکه سوالات ریدینگ کامپریهنشن باشه، حالا درخواست سینونیم و انتونیم داشته باشن. مثلا یه کلمه رو بدن و بگن که خب مثلا مترادف این توی متن چه کلمه ای بوده، که حالا ممکنه این تغییرات از امسال اعمال بشه یا حالا از سالهای آینده، که خب بچه‌ها باید سینونیم و انتونیم یه سری لغات رو هم بدونن. و اینکه در رابطه با بخش دومش، و این بخش 2 نمره داره که بین 4 تا 3 تا سوال تقریبا بچه‌ها باید 2 مورد رو جواب بدن. بخش بعدی گرامر و وکب هستش که باید هم بچه‌ها از لحاظ گراماتیکال آماده باشن هم از لحاظ وکب. اگر که موردی رو شک داشتن اسکیپ کنن، یعنی اینجوری نباشه که مثلا روی اون سوال خیلی فوکس کنن و کل تایمشون رو بذارن واسه اون سوال رو میتونن اسکیپ کنن و حالا سوالات دیگر رو جواب بدن. اگر که دیدن به اون تعدادی که باید نرسید، حالا برگردن مجدد یه نگاه کنن ببینن که کدوم سوال رو بهتر میتونن جواب بدن. بخش آخرم که رایتینگ هسته 6 نمره رو گفتن که حالا توی سال جدید یعنی امسال قراره 6 نمره رو به این بخش بدن که خیلی از موارد باید توش اعمال بشه. سعی کنم بچه‌ها از گرامرهای مختلف استفاده کنن. گرامرهایی که خیلی نمره میارن گرامر اینورژن هستش، کندیشنال سنتنسز و پسیو. این 3 تا گرامر خیلی روی نمره تاثیر دارن، یعنی توی خود آزمون آیلتس هم به همین شکله. و سعی کنن از کانکتیوز ها استفاده کنن. مثلا با کانکتیوز ها میتونن جملات رو با هم دیگه وصل کنن که این قطعا روی نمره تاثیر داره. حالا من به بچه‌های خودم هم گفتم که حتما سعی کنن نه بیش از حد ولی به اندازه توی جای مناسبش سعی کنن از کانکتیوز ها استفاده کنن. از تکرار کلمات توی رایتینگشون پرهیز کنن، یعنی اصلا کلمات تکراری به کار نبرن. مثلا اگر که یک جا از کلمه help استفاده کردن، توی یک جای دیگه از متن از کلمه aid استفاده کنن، یعنی کلمات تکراری توی متنشون نباشه چون از نمرهشون کسر میشه. و اینکه حالا میتونن قبل از اینکه چون اصولا نمیدونن بچه‌ها توی رایتینگ چی بنویسن، میتونن قبل از آزمون یه برین استورم یا یه اوتلاینی آماده کنن. مثلا چیزهایی که میخوان بنویسن توی برگر رو قبلش توی اون بنویسن، یه کلمات کیوردی از اون که موقع نوشتن یه ذره ذهنشون روونتر باشه و حالا به این فکر نکنن که چی باید بگن. و یک مورد دیگه این که بندهاش رو باید رعایت کنن، یعنی بخش اینتروداکشن که میشه مقدمه، بخش بادی که میشه بدنه و بخش کنکلوژن که میشه نتیجه گیری رو حتما باید بچه‌ها رعایت کنن. اگر که رعایت نکنن قطعا خیلی از نمرهشون کم میشه. و فکر میکنم همه این موارد رو گفتم. یه مورد دیگه هم که هستش در رابطه با پانکچویشن هست، علائم نگارشی، یعنی جایی که ویرگول لازمه ویرگول بزنن، تو پایان جملات نقطه رو بذارن و اینکه بدنشون رو اگر که هر پاراگراف باید در رابطه با یک موضوع صحبت کنه، یعنی نیان توی یه پاراگراف چند تا مبحث رو مورد آزمایش قرار بدن یا حالا راجبش صحبت کنن.
هر پاراگراف باید یک ایده داشته باشه و کلیت چیزایی که فکر کنم می‌خواستم بگم همینا بود و سعی کنم بین 150 تا 180 کلمه باشه. اگر که بیشتر یا کمتر باشه قطعا روی نمرهشون خیلی تاثیر منفی داره. خیلی ممنونم خانم عزیزم جان، خیلی متشکرم. به قول آقای فرخنده خوبیش اینه که بچه‌ها میرن سر جلسه امتحان سورپرایز نمیشن. همین که سورپرایز نمیشن خودش کلی بچه‌ها رو جلو میندازه. من مطمئن هستم دیگه همکاران انقدر زحمت کشیدن این چند وقته با بچه‌ها جزئیات رو بررسی کردن که قطع به یقین خیلی راحت سر جلسه امتحان حاضر میشن. خیلی ممنون. ما افتخار میکنیم که در مجموعه دانا همه عزیزان جوون هستن و صاحب نام و با مهارت. من افتخار میکنم واقعا به این موضوع. خیلی ممنونم ازتون و خسته نباشید میگم بهتون. خانم دکتر رحمانی عزیز، ما در خدمت شما هم باشیم برای درس زیست شناسی که اگر توصیه دارید که خوشحال میشیم نظرتون رو بشنویم. سلام، روز همگی بخیر. خوشحالم روز که در شما کنار بخیر باشه. گردانم هستم. مرسی، ممنون. والا راحتی کار من این بود که چون که در کنار استاد دهقانی عزیز بودم در واقع توضیحاتون رو ایشون فرمودن. منتها چند تا مطلب رو که من نوشته بودم جالب این بود که بقیه اساتید هم تاکید کردن و متوجه شدم که خب احتمالاً بقیه بزرگواران هم در طول جلساتی که با بچه‌ها داشتن با همچین مشکلی مواجه بودن و خب پس خیلی مهم هستش. این که خواهشی که داشتم از بچه‌ها اینی که سر کلاس هم همش بهشون گفتم برای خوندن و فهمیدن سوال توی امتحان وقت بذارن، سوال رو با دقت بخونن. اینی که ما دقیقاً متوجه بشیم سوال ازمون چی میخواد خودش نصف جوابه. یعنی قشنگ بخونن، کلمه اول رو دقت بکنن، یه اکسپلیک توضیح بدن، دسکریب توصیف کنن، کوالس باید نام ببرن. همونطور که خانم دهقانی گفتن این که دقت بکنیم هر سوال از ما چند تا خواسته داره، مهمه یکیش رو اشاره نکنیم بقیهش رو رها بکنیم. خواهش میکنم از بچه‌ها برای خوندن سوال وقت بذارن و دیگه بعد از اینکه خوندن نکات کلیدی رو که باید توی جواب بهش اشاره بکنن حتما برای خودشون لیستوار بنویسن یه گوشه و سعی کنن حالا الان که میخوان به اسپانیایی توضیح بدن طوری توضیح بدن که تمام نکات کلیدی که نوشتن بهش اشاره بشه. اگه این کارو نکنیم ممکنه ما اینقدر توی گیرودار نوشتن و گرامر و دیکته و اینا بپیچیم که آخرش ببینیم چند تا نکته کلیدی رو یادمون رفته توضیح بدیم. این خیلی مهمه. توی کویزایی که از بچه‌ها میگرفتیم این دیده میشد. یعنی شاید بهترین بچه‌ها یهو چند تا نکته خیلی کلیدی رو که باید به اون عبارت توی جواب سوال اشاره میکردن جا مینداختن. پس خواهش میکنم سوال رو با دقت بخونید، وقتی خوندید نکات کلیدی رو برای خودتون یادداشت بذارید. و مسئله دیگه این که وقتی میخواید جواب بدید شما الان همه توی اسپانیا هستید، با اسپانیایی ها مواجهه داشتید، میدونید چطوری هستن. یعنی یک ذهن اسپانیایی رو تو ذهنتون بیارید چطور کار میکنه. وقتی که داریم باهاشون صحبت میکنیم یه سوال ازشون میپرسیم 5 دقیقه راجع به اون برای ما توضیح میدن و با چند تا جمله مختلف هی میخوان که از زوایای مختلف اون بحث رو به ما بفهمونن. حالا فکر کنید این آدم اسپانیایی وقتی در مقام یک شنونده یا مصحح آزمون شما هم هست باز همین حالت رو داره. یعنی شما به اختصار نویسی بسنده نکنید، باید که جواب رو کامل براشون بنویسید، نه اینکه زیادی بنویسید ولیکن پاسخ سوالات کامل باشه. جملات کوتاه باشه اشکال نداره همونطور که همکاران گفتن، ولی مطمئن بشید که به تمام نکات اشاره کردید. و اینکه یک چیز دیگه که حالا بالاخره ما چون که یه چند سالی سنمون بالاتر هست از بچه‌ها و شاید حالا این امتحانات رو چند بار دادیم، یه وقتایی هم بچه‌ها مجبور میشین از تیزحسیتون استفاده بکنید. یه جا هست یه چیزی رو بلدید ولی واقعا ذهنتون تو اون لحظه استرس امتحان کار نمیکنه که چطوری این رو روی برگه بیارید. اشکال نداره، شما باید نمره اونو بگیرید. خب میخواید شماره بندی کنید 1 2 3 4 بنویسید، جواب رو بنویسید، میخواید شکل بکشید، یک جوری بالاخره شما باید از تیزحسی و
هوشتون استفاده بکنید که اون نکات و مطالبی رو که باعث میشه نمره بگیرید رو روی کاغذ بیارید. همین نکات رو اگر که در واقع توی ذهنتون داشته باشید و با آرامش کامل برید سر جلسه، من فکر میکنم که خیلی جلو میافتید. چون دیگه الان چند روز مونده به امتحان، ما ماه‌ها با هم بودیم و ساعت‌ها در کنار هم دیگه همه مطالب رو بررسی کردیم و خوندیم. الان دیگه چند روز مونده به امتحان، وقت این نیست که بشین با خودتون فکر کنید وای من فلان چیزو بلد نیستم، وای اسپانیاییم ضعیف شد، وای چیکار میتونم بکنم. با آرامش کامل و این نکات رو تو ذهن داشته باشن بچه‌ها، من فکر میکنم میتونن خیلی از مواردی رو که بلد هستن روی کاغذ بیارن، روی هدفشون متمرکز بشن. با توکل بر خدا ما هم براشون دعا میکنیم ان که بهترین نتیجه رو میگیرن. انشالله قطعا با یاری خدا و قطعا با تکیه به زحمتی که شما بزرگواران برای این بچه‌ها کشیدین. واقعا ما اساتید گروه دانا هممون اینجا چند سال آینده من مطمئن هستم که حس و حال خوبی داریم. کلی آدم فرهیخته اینجا هستش، پزشک، دندونپزشک، مهندس، استاد دانشگاه که به الان اومدن توی جامعه و ما لذت میبریم از دیدنشون. همین الان دنیا، امیرعلی، نازنین، همین بچه‌ها رو ما میبینیم کلی خوشحال میشیم. حالا وقتی که فارغ التحصیل بشن که قطعا بیشتر. خب مرسی خانم رحمانی جان، خیلی زحمت کشیدید، خسته هم نباشید. خانم خسروی اجازه هست من یه نکته رو اضافه کنم؟ جانم ببخشید فراموش بله کرده شما بودم همیشه بگم. اجازه دارید جانم. از دوستان عزیز خواهش میکنم، اینو من فکر میکنم توی 1 ماه اخیر 100,000 مرتبه گفتم ولی بازم میگم که نگن، کمکاری از طرف مؤسسه دانا بود. عزیزان خوشخط بنویسید. اون کسی که داره تصحیح میکنه دلش برای شما نمیسوزه، براش راحت تره یه خط بزنه ردشه بره. نذارین دنبال جواب بگردن. من سرانجام جناب آقای فرخنده، خانم رحمانی دلش میسوزه میگرده دنبال جواب. اونا نمیکنن این کارو. و همونطور که همکارای عزیز گفتن اینجا کنکور ایران نیست که با یه فرمول جواب آخر رو بنویسید. جواب کامل، خوشخط و واضح. و دور جواباتون لطفا یه کادری بکشید که تو چشم تصحیح کننده تو قطعه تشریحی بیاد. شما میایین بیرون میگید ما درست نوشتیم ولی چون نمرمون شد 8 شد 9، به خاطر اینکه اون فرد نتونسته پیدا کنه جوابو، وقت نمیذاره. خواهشاً خوشخط، با آرامش و با تمرکز بالا. ببخشید خانم خسروی، چون خیلی دوستان خوشخط نمی‌نویسن و دچار مشکل میشن. خیلی مهمی بودش. من خودم روزه اولی که بچه‌ها استارت کلاسشون رو زدن گفتم بچه‌ها رسم الخط خیلی مهمه. مثلا کاری که شما می‌نویسی، من همیشه مثال کار می‌زنم چون خیلی بچه‌ها من تو حرف که کیلو به قول اسپانیا یا خیلی بعد مثلا جدا از هم می‌نویسن. خواهش میکنم اگر حتی زمان میگیره ازتون، این زمان خیلی زیاد نیست، یعنی شاید در مجموع 4-5 دقیقه روی میانگین زمانی شما تاثیر نذاره، ولی حتما چیزی که خانم سرانجام گفتن بسیار مهمه، خیلی مهمه. مرسی خانم سرانجام که یادآوری کردی، به خاطر اینکه واقعا ممتحن نمیاد بگرده از تو برگه شما پیدا بکنه. مهمه که خوشخط، خانه صاف، خط خطی نکنید، فلش بزنید بقیه سوال اون بالا بقیه سوال این پایین، از این کارا نکنید. سعی کنید منسجم یه جا بنویسید. خیلی ممنون شیما جان، خیلی متشکرم. یکی دیگه از بچه‌های عزیزمون، دانشجوی سابقمون، امیرعلی جان اینجا هستن که امیرعلی الان دانشجوی دندونپزشکی دانشگاه والنسیا هستش و ما خیلی خوشحالیم که موفقیتش رو می‌بینیم و همراهش هستیم. توصیه‌هاشو بهمون بگه. امیرعلی میدونم که سوال‌های آزمون زیست شناسی رو هم حل میکنه، برای بچه‌ها میذاره تو یوتیوب، ولی خب باز اینجا هستیم که از توصیه‌هاش و تجربیاتش استفاده بکنیم. سلام امیرعلی، خوش اومدید. سلام دکتر، خوب هستین؟ مرسی. متشکرم. سلام به استادان عزیزم، خیلی خوشحالم دوباره میبینمتون. واقعا خیلی وقت ندیده بودمتون و خلاصه دلم تنگ شده بود، خیلی خوشحال شدم دیدمتون. سلام به دنیا عزیز و بقیه دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم تا بخوام یه سری نکاتی که خیلی دوستان همه رو گفتن استادان همه رو گفتن، ماشاءالله تجربه زیاده و هر چی که لازم بود تقریبا گفتم، ولی خب من یه ذره اسپسیفیک تر و تخصصی تر میخوام برم تو بحث دقیقاً امتحانو، ببینم چطوری امتحانو بدیم و اینجور چیزا. قطعا خب چیزی که خیلی میدونید مدیریت آزمونه. من اینو خیلی اعتقاد دارم هوشمندانه آزمون دادن شاید حتی بهتر از این باشه که بخواین خیلی اوقات درس بیشتری بخونی. یعنی شاید
مثلا برای مثال خیلی هستن میبینی که مثلا آقا طرف زیاد واقعا نمیخونه ولی میره سر آزمون یه چیزی میاره که مثلا حتی اونی که مثلا 20 ساعت خونده مثلا با اونی که 2 ساعت خونده اصلا جوابشون یکی نیست. هوشمندانه آزمون خیلی مهمه، واسه همین باید حتما یه سری تکنیک‌ها رو همه جوره بدونید چطوری استفاده کنید و مدیریتش کنید. یکی از چیزایی که مثلا خیلی میتونه کمکتون کنه و من واقعا همین الان که هنوزه مثلا من الان خیلی از درسایی که پاس کردم تو دانشگاه رو واقعا هنوز از همین تکنیکا دارم استفاده میکنم. یعنی چیزی نیستش که بگم صرفا اسپسیفیک اونده مثلا فقط تو اونده یا مثلا کنکور استفاده کنین دیگه تمامه. چیزی که هستش یکیش مدیریت آزمونه. مدیریت آزمون یعنی چی؟ یعنی که آقا من الان مثلا چند 10 تا آزمون دادم، 5 تا آزمون اونده واسه خودم شخصی سازی کردم، مثلا دادم اینا رو، میدونم آقا تو این بخشا بیشتر مشکل دارم، میدونم این بخشا منو گیر میندازن، میدونم اینا منو مثلا اینا رو خیلی راحت حل میکنم میره جلو. یه تکنیک هست به اسم نمیدونم حالا شنیدین یا نه، تیک دایره ضربدر. یعنی چی؟ من چیزی که بهتون پیشنهاد میکنم اینه که حتما تو 10 دقیقه اول امتحان تستا رو همه رو خونده باشین. میخواد این زبان انگلیسی باشه، میخواد ریاضی باشه، شیمی باشه، فیزیک باشه، زیست باشه، هر چی که میخواد باشه، شما تو 10 دقیقه اول یه نگاه کلی باید به تستا کرده باشین. یعنی اینطوری نباشه که مثلا تازه 10 دقیقه از آزمون گذشته مثلا سال 5 تستی هستین و گیر کردین. چرا؟ چون وقتی که شما به صورت کلی تستا رو نگاه کردین ذهنتون باز میشه که خب کلیت ایناست. اصلا بعضی اوقات حتی آرامش پیدا میکنین که مثلا این سوالو من میدونم از کجا اومده، این سوالو میدونم از کجا اومده، این از این مبحثی که بلدم، یا حتی اگه اینا رو بلد نیستم خیلی راحت میذارین کنار. یعنی از همون اول تکلیف ذهنتون رو روشن میکنین، یه آرامش خاص تو همون 10 دقیقه اول آزمون میگیرین. و یه چیز دیگه که خیلی اوقات آدم گیر میکنه اینه که مثلا میره تو آزمون میبینه 3 تا سوال پشت سر همون اول مثلا دقیقاً چیزایی که بلد نیستین. اصلا آرامشتون به هم نریزین، چون مطمئنا اگه خونده باشین از اون 12 تا بعدی، از اون 10 تا بعدی، از اون هفته بعدی اون چیزی که شما میخواین در میاد. یعنی اصلا شک نکنین. میگم این من خیلی آزمون دادم و بیشتر به خاطر تجربه آزمون دادنام من که یعنی مثلا به نظرم نمرم خوب اومده. واقعا زیاد درس نخوندم ولی آزمون دادنام خیلی به نظرم بیشتر بهم کمک کرده که بتونم متمایز نمره بگیرم، بتونم مثلا فراتر از اون چیزی که خوندم نمره بگیرم. چیزی که پس دارم بهتون میگم حتما اینه، حتما تستا رو دیده باشین، اینکه بدونین چی به چیه. حالا تیک دایره ضربدر چیه؟ تیکو اختصاص میدیم به اون چیزایی که بلدیم. یعنی اینکه آقا من اینو دیدم، خب کلیت سوالو میدونم، اینو بلدم، پس قرار نی وقت بذارم. یعنی اگه بیام سراغش ببینم مثلا اینو مثلا تو 5 ثانیه، نه تو مثلا سوال رو بخونم 5 ثانیه جواب پیدا کردم، یا نه مثلا 20 ثانیه جواب پیدا کردم. این میشه تیک. دایره میشه چی؟ دایره میشه چیزی که مثلا شما میدونید بلدین ولی الان احتمالاً یه ذره بخواد وقت بیشتری بذاره. بلدیدا وقت بیشتری قراره بذاره، نه که مثلا چیزی باشه که 50 50 اینجور چیزا باشه. برای 50 50 میگم باید چیکار کنم. ضربدر چیزی که اصلا آقا میدونه آقا من این تما رو حذف کردم، این بخش اصلا حذف کردم، اصلا سراغش نمیخوام برم. ضربدر میزنین تموم، یعنی اصلا دیگه سراغش هم نمیرید، چون دیگه وقت الکی گذاشتن. یعنی چیزی که خب شما نخوندین طبیعتا نمیتونین شانسی ازش سوال در بیارین، پس اینو ولش میکنیم. حالا تو دایره یا یه سری پیدا میشن که آقا 50 50 یعنی مثلا یکی رو احتمال بیشتری مثلا 2 تا گزینه قطعی هست شده، فقط موندیم بین 2 تا گزینه، هنوز شک دارین که مثلا کدوم میتونه درست باشه. میایین چیکار میکنین؟ میایین بغل اون سال یه 50 مینویسید. یعنی آقا من این سال 50 50 یعنی مثلا بین 2 تا گزینه موندم. و بعد چیکار میکنین؟ آخر این که مثلا 20 مثلا میگم مدیریت زمانتون باید دست خودتون باشه. مثلا من برای خودم برای آزمون زیست مثلا شاید 1 رو برای سال تستی زمان میذاشتم، پس میگفتم اگه 1 رو مثلا الان از آزمون گذشته و تموم شده دیگه وقتشه که بیام بشمارم چند تا تست زدم. این تستا رو میشمارم، تستای درستمو میشمارم. این مطمئن پس تیکاشو اونایی که مطمئنن دیگه بغلش تیک زدم میشمارم. آقا مثلا شده 7 تا مثلا من 3 تا دیگه لازم دارم، مثلا نه مثلا 5 تا لازم دارم. میرم سراغ دایره ها. یعنی اصلا شاید اگه اونقدر اوکی باشه شاید اصلا دیدین تیکا کارو در آورد، یعنی تیکا کارو در آورد دیگه اصلا لازم نبود حتی برین سراغ دایره. ولی اگه در نیورد میرین سراغ دایره هایی که فکر میکنین حالا وقت گیرتر بودن، اول اونا رو حل میکنین. بعدش میرین سراغ اون 50 50. اگه دیدین ارزش اینو داره که یعنی اون 50 50 واسهتون تست رو در بیاره میزنید، اگه نه به نظرم بهتره که نزنید، چون اون نمره منفی بیشتر بعضی وقت کارو خراب میکنه. یعنی مثلا شما یهو میبینی سر مثلا 25 صد و مثلا این برای اینکه مثلا نیم نمره بیشتر بگیری مثلا الکی یه سالتون رو خراب کردین. به نظرم سعی کنی از اونها چشم پوشی کنید. یه چیز دیگه که به نظرم میتونه کمکتون کنه تو تشریحیا چیه؟ همونطوری که دوستان گفتن خیلی 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 مهمه بازم
سوال رو دقیق بخونید و بدونید آقا مثلا این سوال من چیا میخواد. همون اول شما ذهنیت وقتی اصلا سوال آنالیز میکنید، یه بار سوال رو میخونید کاملا 10 تا 20 تا بهش میگن برین استورمینگ، که یعنی کلی نکات میاد تو ذهنتون احتمالاً واسه اون مپ هست. شما 3-4 تا چیز مهم و کلیدی که میدونی حتما باید بیاری، حالا چه به فارسی چه به اسپانیایی، همونجا بغل سوال مینویسین. و یه چیز دیگه که خیلی راحت باشین و مراقبه، من میخوام فکر کنم 10 تا چک نویس واقعا از مراقبه گرفتم تا میتونید یعنی چک نویس نه که بخواید الکی زیاد بگیرین و مثلا چیزی خاصی داره. اگه فکر میکنید چک نویس ذهنتون رو آزاد میکنه حتما این کارو کنید. چرا میگم؟ مثلا می‌نویسین سوالی که تشریحی، این 3 تا نکته رو من میخواد. خب این 3 تا نکته رو میگم، چه فارسی راحتین چه اسپانیایی بنویسید. آقا مثلا چه من این پروتئین مثلا باید بنویسم، این آنزیم رو باید بنویسم و این ساختار اولش هم باید بنویسم. اینا رو فقط تیتر می‌نویسید، نه که بخواید جزئی. اگه جزئیات بخواید بنویسین که هیچ. تیتر رو که نوشتین ذهنتون آروم شه، حالا میرین سراغ حل کردن سوال تشکیلی. این از این. دیگه چیزی که بخوام اضافه کنم، حتما اینم در نظر داشته باشین، خط زدگی واقعا نداشته باشین. یعنی اگه دیدین اومدین خط بزنین، اول من به نظر پیشنهادم اینه یه چک نویس کلی داشته باشین که مثلا سوال رو می‌خوایم بنویسین. این چیزا که میگم فکر نکنین خیلی وقت میگیره، چون میگم خود من اینطوری بودم که زیستو مثلا فکر کنم 20 دقیقه اضافه آوردم، اپلیکاتوس رو تو نیم ساعت دادم، واقعا تو نیم ساعت دادم و نه اینکه مثلا بگم بیشتر. با چه نمره امیرعلی؟ اپلیکاتوس 10 شدم. میگم یعنی اینطوری نیستش. و اینو میگم، اینا یه چیز خیلی مهمه که اتفاقا خوب شد اینو پرسیدین. من آزمون اولی که داشتم ریاضی 2 بود، الان نمیدونم واقعا الان اولین امتحان چیه، ولی آزمون اولی که داشتم متماتیکاس 2 بود. بعد چی شد؟ آزمون واقعا سخت بود، خیلی امتحان سختی بود و اینطوری بودش که من رفتم آزمون، یعنی همه رفتیم آزمون رو دادیم و با حال بعد که وای دیگه کارمون تمام و میره به تابستون و سال دیگه و اینجور چیزا. خلاصه همه با حال بد و اینجور چیزا و من واقعا اون روز حالم بد بود، یعنی اینطوری که گفتم تمام شد دیگه، همه آزمونا خراب کردم. خدا رو شکر حالا زنگ زدم پدرم، بعد با اون واقعا خیلی اینجور اوقات خیلی آرامش بهم میده و اینا، مثلا خیلی حرفه‌ای با حرف میزنه و قشنگ انگار مغز منو میدونه چطوری بعد چی میگن سیم کشیشو دوباره از نو کنه. چیکار کرد؟ گفتش که آقا اصلا این مهم نیست خراب کردی، مگه اینای دیگه رو بدی واسه سیو نمیشه و اینا. گفتم آره. خب گفت پس مشکل چیه؟ برو اونا رو بده، اونا رو با بهترین حالت بده، ببین اصلا اینی که فکر می‌کنی خراب کردی مثلا اوکی شده باشه. و واقعا همین بود. یعنی من فکر می‌کردم اینو زیر 5 بشم ریاضی 2 رو، و ریاضی 2 واقعا سخت بود و من 7 و 20 شدم. یعنی یکی از سخت‌ترین ریاضی 2 تا حداقل زمان ما بود. یعنی سخت‌ترین آزمون ریاضی 2 که من، چون همه آزمون قبلی داده بودم بلا استثنا، و سخت‌ترین آزمون ریاضی 2 بود. و حتی اینطوری بهتون بگم که از کالج بهمون ایمیل زدن که بچه‌ها این آزمون سخت بوده و مشکلی نیست اگه خراب کردین، بریم واسه آزمون دیگه آماده بشیم. آره خلاص وقتی دارم سخت باشه برای همه سخته دیگه، نباید بهشون ببازن. ذهنتون رو از دست ندین، یعنی ذهنیتتون خراب نشه که وای دیگه خراب کردم، امسالم تموم شد، برم برای سال بعد. واسه همین با این ذهنیت اگه رفتین آزمونی دیدین واقعا خراب کردین، نداره آقا 3 تا دیگه آزمون ها، 4 اصلا میگم مهم اینه که همین که سیو میشه واقعا یه دونه برگ برنده است واسه ما. و اینکه تابستون هم شما دارین، یعنی اگه اولا میگم رومون حساب نکنید مثلا با این پلن برین جلو، ولی اگه خدایی نکرده به این جا رسیدین که آقا یکی رو خراب کردین، با ذهن باز برین سر آزمونای دیگه، انگار نه انگار مثلا دیروز یه آزمون دادین خراب شده، چون هنوز فرصت‌های بیشتری دارین برای اینکه بتونین بهتر نمره بگیرین و نتیجه بگیرین که این خیلی مهم‌تره. دیگه اینکه چک نویسم گفتم، مدیریت زمانم بهتون گفتم، این تکنیکا واقعا کار شده است، واقعا جواب میده. یعنی تجربه خودم یعنی اینطوری نیستش بگم مثلا رفتم از این دیدم از اون گفتم، واقعا خودم هنوز که هنوزه یعنی واقعا تو آزمونام دارم استفاده میکنم. دیگه یه چیزی دیگه هم که خیلی خوب اشاره کردن تو بخش زیست، اینه که تو تشریحی شما جوابیو که نوشتین و مثلا میدونی آقا این درسته ها، یعنی نه که مثلا شک دارین، چیزی که درسته رو سعی کنین دقیقا همون چیزی که خانم رحمانی اگه اشتباه نکنم گفتن بستش بدین. دقیقا مثلا آقا این اینطوریه، یا به شکل دیگه میتونین بگین این اینطوریه، یا اینکه مثلا حتی اینطوری هم هست. رسم شکلی انجام بدید. دقیقاً. یعنی تا جایی که میتونید بنویسید. میگم نه که اشتباه بنویسید، ولی دیتایی که دارین رو بستش بدین تا جایی که میتونین بهش نکته اضافه کنین. نکته که حتی اگه میدونین نکته شاید مربوط به سوال نیست ولی درسته اضافه کنین، چون
زیاد نوشتن شما بعضی اوقات اینا رو میگم تو ایران میگفتن زیاد بنویس مثلا بدون واقعا حس میکنم تاثیر میده، چون واقعا تاثیر داره به نظرم. چون هم خودم این نتیجهشو دیدم، یعنی من زیستم 9.85 شد و اینطوری بود که شک داشتم بخوام پایین تر بشم، ولی خب نمیدونم واقعا، یعنی مثلا من فکر می‌کردم شاید 9 بشم ولی 9.85 شدم و حس می‌کنم از این میومدش که مثلا زیاد نوشته بودم. واسه همین شک نکنید و بنویسید تا جا ممکن، ولی میگم نه که مثلا غلط باشه، درست بنویسید. درست بنویسید. و یه چیز دیگه هم که خیلی کمکتون میکنه تو بخش تستنی اینه که وقتی که تست رو که دارین میخونین زیر سوال خط بکشین. یعنی که آقا مثلا این سوال یه تست داره میگه اینو میخواد و اینا، زیر اینکه آقا این اصلا چیو میخواد، اینکه گفته کدوم گزینه درست است کدوم گزینه غلط است، اینو یه دایره بکش. یعنی همین برداده رو و فالسو رو مثلا یه دایره بکش. بعد اینکه سوالو داری میخونی میگم خیلی تاثیر میذاره، خودکار رو بذارین زیر سوال. یعنی خودکار رو که میذارین زیر سوال انگار با تمام تمرکز دیگه دارین سوالو نگاه میکنید و با تمام وجود اون لحظه دارین سوالو حل میکنین و ذهنتون نمیپره. و میگم دایره کشیدن دور اینکه برداده رو میخواد فالسو رو میخواد چند تا درست و چند تا غلط میخواد، اینا رو خیلی بهتون کمک میکنه. حتما این چیزا رو استفاده کنین و مطمئنم میتره کنین. و حالا میگم یه سری چیزا مثلا توضیحات بیشتر اینجور چیزا اگه مثلا خواستین تو یوتیوب هست، من یه سری ویدیو گذاشتم مثلا سوالات اونت رو حل کردم، اگه خواستین میتونین برین اونا رو نگاه کنین که ببینین چطوری من سوالا رو حل میکنم و واقعا با تکنیک خودم سوال اونت رو حل کردم، یعنی تکنیک سر امتحان استفاده کردم که اسم میکنم میتونه کمکتون کنه. و اگه سوالی چیزی داشتین من در خدمتتونم. مرسی من امیرعلی، خیلی پیرامون ممنون. صحبتشون کاملا سرمون امیرعلی جون خیلی کاملا مفصل صحبت کردن و من صحبتی که به همه بچه‌ها میکنم مخصوصا تو بحث ریاضی و مخصوصا تو بحث فیزیک، بچه‌هایی که پا هستن که حالا دوستانمون تشریف دارن، امیدوارم که از بابت صحبت‌های این دانشجو، البته دیگه بهتر الان بگیم، کاملا استفاده کرده باشید. بحث صحبتی که گفتن که اگر یک امتحان خراب میشه که کما اینکه ما از این مدل ها هم داشتیم. اما نکته مهم، دوستانی که میخوان آزمون فیزیک بدن، ریاضی بدن، مت 2 و اپلیکاداس، بحث سوالات احتمال، سوالات حالا فیزیک انواع و اقسام، گراویتاتوریو، کمپو مگنتیکو، کمپو الکتریکو، اینا به علت اینکه چه آزمون پا و چه آزمون اونت تکست های بسیار طولانی داره، خواهشم ازتون اینه که حتما زیر نکات مهم خط بکشید. معمولا تو بحث فیزیک 3 خط اول معمولا یک شرح داستانی رو براتون تعریف میکنه که قرار اون اتفاق بیفته. توی بحث پروبابیلیتات هم همین اتفاق داره میفته که اونها معمولا یک فرایندی رو دارن براتون توضیح میدن. پس خواهشمون ازتون اینه حتما زیرش خط بکشید، نکات مهم رو، خلاصه برداری سوال، به علت اینکه خب به هر حال میدونیم دانش آموز شاید سطح زبان خیلی قوی نداشته باشه، اما با یک بار خوندن شما میتونید زمانتون رو کاملا سیو کنید. نه اینکه سوال رو وسط حلی دوباره برگردی از ابتدا شروع کنی خوندن، خب خودش زمان میبره ازتون و اینکه اون پروسه حل سوال ممکنه دچار یک وقفه بشه و اون راه حل ممکنه از ذهنتون خارج بشه. و کاملا به نکته بسیار خوبی اشاره کردن که من بارها و بارها سر کلاس خدمت شما عزیزان این موضوعات رو گفتم و خواهشم ازتون اینه که حتما رعایت کنید. بفرمایید. و موردی هم که میشه بهش اضافه کرد، باز شرمنده من هی یادم میاد میگم، اینه که لطفا از چهره سوال نترسید. بعضی سوالات طولانی ولی در نهایت چیز ساده ازتون میخواد، رها نکنید. چون امسال ما بچه‌هایی داریم که سوال میبینن 4 خطه بیخیالش میشن، در حالی که در نهایت یه چیز خیلی ساده ازشون میخوان. اونا میخواد شما رو بترسونن. خواهش ازتون میکنم در همه درس به این صورته، سوالی اگر طولانی است نگید نمیتونم. من میدونم همه همکارامون، همه عزیزان یه پله 2 پله بالاتر از سطح اونت با بچه‌ها سوال کار کردن، امتحان گرفتن. پس خواهش میکنم دقت بکنن، همونطور که امیرعلی جان گفت، دنیای عزیز، خانم روانی و همه همکارای عزیزمون فقط تمرکز و به خودشون ایمان داشته باشن، چون ما میدونیم که خیلی خوب کار کردیم و اونا خیلی خوب درسشون رو خوندن. و مورد آخر، لطفاً برای بچه‌ای که در مادرید و بارسلونا هستن 1 روز قبل از امتحان حوزه‌شون رو پیدا کنن
ما مورد داشتیم خانم خسروی سال گذشته یکی از بچهای خیلی خوبمون اگه خاطرتون باشه بله روز بله امتحان روز گم امتحان شد و بسیار دیر به آدرس رو امتحان پیدا رسید. نکرد. بله یادم اگه خاطرتون باشه بله. بچهای والنسیا حالا کمتر این مشکل دارن ولی بچهای مادرید و بارسلونا خواهشاً یک روز قبلش حوزه‌شون رو پیدا کنن، با آرامش برن و زودترم برن، نذارن دقیقه 90 که دیر برسن و اضطراب بهشون وارد بشه. باز من دیگه وارد نمیشم، قول میدم. مرسی، خیلی ممنونم خانم سرانجام عزیز، متشکرم، خیلی ممنون. خانم جمالی نمیدونم در جلسه حضور دارن یا نه. خانم جمالی خانم جمالی اولش حضور داشتن، الان بنده خدا فکر کنم درگیر هستن، نمیتونم متاسفم. چون کلاس داشتن در هر شب من خواستم به نمایندگی از کارگروه زبانمون صحبت بکنن که حالا اشکالی نداره. ما تایم جلسه رو نمیخوایم خیلی طولانی کنیم چون میدونم هم همکارا کلاس دارن و هم این که عزیزانی که دانشجو هستن سرگیر امتحاناتشون هستن. خیلی ممنونم از اینکه توی جلسه حضور پیدا کردین. خانم خوش‌رفتار عزیز خیلی ممنونم، واقعا زحمت بسیار زیادی کشیدید شما امسال. مدیریت یه مجموعه بزرگ آموزشی هم با وجود دانشجوهای زیاد، با وجود تعدد همکاران، همین که خیلی خوب مدیریت شد، واقعا جای احسن داره و شما خیلی ممنونم از زحمتی که کشیدین. من مطمئن هستم که سلامت بشید و اینکه همین که اول باید اینجا تشکر کنم از تمام بازوهای کمکیم که اساتید عزیز بودن، یعنی واقعا همه جوره همپا و همراه ما بودن. خدا قوت داریم بهشون و هر نتیجه ای هست تیمی داریم میگیریم، انشالله که نتایج بسیار پربار و خوب و موفقیت داشته باشیم. سلامت باشید، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خسته نباشید. به مجدد میگم به همه عزیزان، امیدوارم تا به زودی تا کمتر از یک ماه آینده نتایج خوب بچه‌های امسال هم خستگی از سن همه همکاران و مجموعه در بیاره. روز خوبی برای همتون آرزو میکنم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. خدا نگهدار همتون. موفق باشید. خدا نگهدار. موفق باشید. خدا خدا نگهدار. نگهدار. با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان.